سلام علیکم بینندگان گرامی، تماشابینان محترم. اگر نوارهای ما به شما پسند آمده باشد، در کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید و لایک های خود را دریغ ندارید. تیار کردن سیلاس. از ایرادهای خوراکی تیار کردن سیلاس یکی از راه‌های اساسی تامین نمودن چاروا با خوراک سیر شیره در مورد زمستان می باشد. غذاناکی و ترکیب کیمیاوی خوراک‌های سیلاس کرده شده از نمود زراعت وابسته است. در ترکیب سیلاس 22.31% ماده‌های خوش، 1.5-3% پروتئین خام، 0.1% روغن، 6.11% کلچه، 8.15% ماده‌های بنیتروگنی، اکستراکتیوی، قند، کرخمال موجود بوده. غذاناکی 1 کیلوگرم آن و 0.16-0.26 واحد خوراکی برابر است. در ترکیب سیلاس کاروتین، ویتامین های د، ی و گروه ب و غیر از ویتامین B12 موجود است. ماهیت سیلاس کنی از آن عبارت است که در ترکیب زراعتی سیلاس خوابانیده شده کسلات های ارگانیکی اساساً کسلات شیری حاصل می شود که آنها خوراک را کنسرو می کنند. برای این در زراعت باید مقداری ضروری قند موجود باشد. برستنی های آسان سیلاس شونده، جواری مکه، جواری، علف سودانی، آفتاب پرست، علف های خوشه‌دار و بیخ میوه ها داخل می شود. برای تیار کردن سیلاس خوش صفت، نمناکی زراعتی سیلاس شونده اهمیت اساسی دارد. نمناکی زراعتی سیلاس شونده باید 65-75% باشد و در این حالت ماده های غذاناک از 10-12% زیاد تلف نمی‌یابد. اگر نمناکی زراعتی سیلاس شونده زیاد باشد تا 15-25% ماده های غذاناک تلف می‌یابند و سیلاس پست صفت می‌گردد. در وقت سیلاس کردن زراعتی نمناکیش بلند آن را شمال دادن لازم است، یا اینکه به آن خوراکی درشت ریزه کردن شده درازیش 2-3 سانتی متر علاوه باید نمود. اگر نمناکی زراعت 75% باشد به آن 10-15% و اگر 85% باشد 25% خوراک درشت علاوه کردن لازم است. دوره سبزش زراعت‌های خوراکی به حاصلکنی و غذاناکی سیلاس تأثیر زیاد می‌رساند. دوره معتدلی در روی زراعت‌های خوراکی چنین است: برای جواری مکه دوره شیر خمیری و دنبولی دان، جواری دنبولی دان، آفتاب پرست گلکنی، علف سودانی، پرتافتن جاروبک، علف‌های بسیار ساله خوشه‌داران، اولی خوشه‌بندی. به اندازه ریزه کردن زراعت‌ها دقت دادن لازم است. اگر نمناکی زراعت تا 75% باشد آن را تا 2-3 سانتی متر، اگر نمناکی 75-80% باشد تا 5-6 سانتی متر و اگر نمناکی از 80% زیاد باشد به اندازه 8-10 سانتی متر ریزه کردن لازم است. صفت و تلف یابی ماده‌های غذاناکی سیلاس از تیپ انشاءاتی سیلاس خوابانی نیز وابسته است. برای سیلاس خوابانی در خواجگی‌ها اساساً خندق‌های داخلی زمینی را استفاده می‌برند. وسعگی بری خندق‌ها باید 9-12 متر، بلندیش 3-5 متر باشد. درازی خندق از طلبات به سیلاس و تأمینات خواجگی با تکنیک وابسته است. پیش از سیلاس خوابانی خندق را تعمیر، تازه و دزینفکسیا کردن لازم است. زراعت سیلاس شونده را در خندق ریخته آن را با تراکتور وزنین منتظم شیبه می‌نمایند و باید خندق در دوام 3-4 شبانه روز پر کرده شود. بعد پر شدن خندق بالای آن را با کلیانکه پلی اتیلنی و خاک همین طور پوشانیدن لازم است که به آن هوا داخل نشود. اگر در داخل خندق هوا باقی ماند سیلاس پست صفت شده پوسیدنش ممکن است. جواری مکه در جمهوری یکی از زراعتی اساسی می باشد که قسمی زیادی سیلاس از آن تیار کرده می شود. برای تیار کردن سیلاس جواری مکه را در دوره شیر خمیری و دنبولی دانش درویدن لازم است. در این دوره حاصلناکی جواری مکه زیاد بوده نمناکیش از 65-75% می باشد. هنگام سیلاس کنی جواری مکه نمناکیش زیاد سیلاس ترش شده در آن کسلات روغنی حاصل می شود. برای تیار کردن سیلاس خوش صفت به جواری مکه نمناکیش زیاده از 10-15% کاهی ریزه کرده شده علاوه کردن لازم است. بعد داشتن سوته ها برگ و پایه جواری مکه را ریزه نموده سیلاس می کنند. از سبب کم بودن نمناکی 50-60% به آن خوراک های نمناکیشان زیاد را برگ و پایه، لبلبو، خوراک های پالزی و غیر علاوه کرده سیلاس خوش صفت تیار کرده می شود. تماشابینان محترم، اگر نوارهای ما به شما پسند آمده باشد در کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید و لایک های خود را دریغ ندارید. تشکر برای دستگیریتان.